سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اگر خود شما یا یکی از اطرافیانتون در یک رابطه یا ازدواجی هستید که تنش و دعوای آن خیلی زیاد شده و بارها و بارها به فکر طلاق و جدایی بودی و ذهنتو درگیر میکنه، این ویدیو میتونه به شما کمک بکنه. واژه 4 سوارکار نابود کننده و پیش بینی کننده جدایی و طلاق در رابطه رو اولین بار گاتمن مطرح کرد. اون معتقد بود که 4 تا سوارکار نابودی رابطه هست که اگر اونها در داخل یک رابطه و گفتگوی بین زن و شوهر باشه، به احتمال 95% در 6 ماه تا 1 سال آینده اون رابطه تمام خواهد شد. خب شناخت اینها خیلی خیلی مهم هست. شناخت این 4 تا سوارکار شبیه وضعیتی است که شما پیش متخصص قلب میرید و اون میگه که کلسترول و LDL بالاست، تنگی عروق داری و از ناحیه سینه احساس درد میکنی. خب اینها پیش بینی کننده های سکته است. ما وقتی این 4 تا رو در واقع میشناسیم، کمکی که به ما میکنه این هستش که یا در فکر بهبود میریم که من در کجا هستم. مثلا یکی از اونا، حالا من بهش خواهم پرداخت، حلقه شیطانی هست. آیا من میتونم بهبود بدم اونو، یا با وجود تمام دردها و رنجها به فکر اتمام رابطه‌ای باشی که به اتمام بشه؟ من اینجا اون 4 تا رو برای شما توضیح میدم. اولین سوارکار سیاهی در واقع انتقاد و سرزنش هست که در چنین شرایطی شما یا طرف به همدیگه، به شخصیت همدیگه حمله میکنید. این خیلی فرق میکنه با گله و شکایت. ببینید در هر رابطه‌ای گله کردن و شکایت وجود داره. در شکایت ما با تمام احترام اون احساسمون رو نسبت به رفتار یا وضعیت همسرمون عنوان میکنیم. مثلا شما چند بار میبینی که سینک ظرفشویی کثیفه، میگی که عزیزم من دوست دارم که آخر شبها سینک تمیز باشه. یا وضعیتی که خانم دوست داره که وقتی که رابطه سکشوال با شوهرش داشته باشه، دوتاشون قبلش دوش گرفته باشن. عنوان میکنه من دوست دارم که ما قبل از سکس دوش گرفته باشیم. اما در انتقاد عموماً شما به در مقابلتون حمله میکنید، کل شخصیتش رو درگیر میکنید و معمولاً واژه‌هایی شبیه این که تو همیشه، تو هرگز استفاده میشه. برای مثال ممکنه در واقع خطاب به همون بحث سینک گفته بشه که تو یه آدم کثیفی هستی و این سینک همیشه کثیفه، باید همیشه تمیزش کنی. میدونی؟ یا مثلا ممکنه یک مرد خطاب به خانمش بگه که تو یه آدم بلخرجی هستی. یادمون باشه این اولی آرام آرام در طی زمان منجر به در واقع سوالکار بعدی میشه. دومین شوالیه تاریکی رابطه در واقع اهانت کردن و تحقیر کردن طرف مقابل هست. این رو گاتمن گزنده ترین رفتاری میدونست که یک همسر، یک پارتنر نسبت به طرف مقابلش میتونه داشته باشه، چرا که با آزار کلامی و تحقیر کردن باعث میشه که به طور عمیقی احساسات طرف مقابل جریحه دار بشه و خود این کمک میکنه که آرام آرام ذهنیت منفی رشد بکنه. یعنی در این چنین وضعیتی به جای اینکه خیلی آرام وضعیت رو توصیف کنه، نه تنها سرزنش میکنه، یعنی اولیه، اینجا تحقیرم میکنه. یعنی به جای اینکه بگه که من دلم برای رابطه تنگ شده و دوست دارم که با هم امشب رابطه داشته باشیم، میاد میگه که تو رابطه را دوست نداری و شبیه یک کوه یخی شدی. در واقع اینجا
اون صفت‌ها و ویژگی بدی رو که فرد به طرف مقابلش میگه باعث میشه که وضعیت بد و بدتر بشه، که معمولاً 4 تا نشانه داره. یکیش این هستش که فحاشی کردن، مثلا به طرف مقابلش میگه کودن، بیشور، بیمخ و واژه‌های شبیه این. دومیش شوخی‌های خصمانه هست، به طرف مقابلش میگه سیب زمینی. مراجع آمده بود داخل جلسه من، میگه آقای دکتر شوهر من برای من بهترین لباسا رو میگیره، مهمانی‌ها میبره و خیلی ویژگی این شکلی، ولی این موقع دعوا به من میگه قورباغه و میگه من نمیتوانم با این مسئله کنار بیام. این مسئله باعث میشه که من بیشتر اون چیزای دیگری رو که در حق من داره من بهش توجه، چون وقتی به من میگه که قورباغه من حالم بد میشه. سومیش در واقع مسخره کردن طرف مقابل، مثلا حرفش رو تکرار کردن یا صحبت‌هاش رو جدی نگرفتن و خندیدن به صحبت‌هاش. و چهارمیش در واقع این هستش که زبان بدن افراد اینجا این هستش که به هم دیگه پوزخند میزنن یا گردن بالا میندازن. تکرار این دومی یعنی مرتب اهانت کردن و تحقیر کردن باعث میشه که برن به سمت شوالیه سوم. سومین شوالیه تاریکی رابطه در واقع جبهه‌گیری کردن و کارشکنی هست. ببینید وقتی که مرد 1 ماه 2 ماه 6 ماه مرتب توهین میکنه، سرزنش میکنه، اینجاست که همسرش پاسخ میده و وقتی اینم پاسخ میده در واقع وضعیت رو بدتر میکنه. چرا؟ چون اصلا کاری در چنین وضعیتی زن و شوهر کاری به صحبت طرف مقابلشون ندارن. پاسخ اینه که خودش فکر میکنه آماده میکنه. مثلا فرض کنید که یه خانم خطاب به شوهرش میگه که میشه اینقدر وسط حرف من نپری؟ حالا پاسخ شوهرش میگه من وسط حرف تو نمیپرم، تویی که یه ریز زر میزنی و حرف میزنی. یا یه مردی مثلا به خانمش میگه که تمام این خونه رو موهای تو فرا گرفته. ببین نوع لحن این، میشه یه جارو بزنی؟ بعد حالا پاسخ خانمه میگه که مو کجا ریخته؟ میشه اینقدر ضربین دستت نگیری مثل کارآگاه خونه رو نگاه نکنی؟ ببینید در واقع پاسخها یک نوع کارشکنی به طرف مقابل است و این احساسات طرف مقابل رو به شدت آسیب پذیرتر میکنه. اینجا هم چند تا ویژگی هست که نشون میده که ما رابطمون به این سطح افتاده. اولین ویژگی در واقع اینجا شونه خالی کردن، یعنی طرف مقابل شکایت میکنه میگه من تقصیری ندارم. مثلا مرد میگه که خونه کثیفه، میگه من چیکار کنم خانمش. یا مثلا میگه که ببین خونه بابات میری تو اونجا کنار خواهرات، مثلا خانم به شوهرش میگه به من توهین میکنی، بی توجهی میکنی. میگه نه خیلی حساس شدی تو. دوم ویژگیش بهانه آوردن الکی. مثلا خانم به شوهرش میگه که اون 20 میلیون کارانه یا پاداشی رو که به دادن قائمش کردی؟ میگه خب میگفتم یه نقشه برای اونم میکشیدی. یا این میگه که غذا شوره، میگه رب مشکل داره. سومیش مخالفت با حدس‌های منفی همسر. مثلا خانم کلاس آرایشگری رفته، شوهرش میگه ببین تو از این که من آرایشگاه میرم و میخوام چیزی یاد بگیرم داری مخالفت میکنی، خوشت نمیاد. شوهرش در پاسخش چی میگه؟ میگه نه ببین من در فکر خودتم، عمر تو صرف چی میکنی؟ ببین چقدر بی ربط. چهارمیش که در واقع ازش تحت عنوان حلقه های شیطانی در رابطه ازش یاد میشه، حالتی است که اینا شکایت طرف مقابل رو با یه شکایت جدید پاسخ میدن. مثلا مرده به خانمش میگه که میشه این خواهر شما هر روز دیگه اینجا نباشه؟ چه خبره؟ اونم میگه که
ببخشید میشه به مادرت بگی که به بهانه اینکه احوال نواشو بگیره هر 5 جمعه گوشی رو بر نداره و آمار ما رو بگیره و بیاد اینجا؟ یعنی شکایت با شکایت. این وضعیت این شکلی در طولانی مدت رابطه رو میبره به سمتی که اولا اینا از نظر فیزیکی خنده هاشون تصنعی میشه، گردن کج میکنن و به همدیگه خیلی با چهره و نگاه بی احترامی میکنن و میره به سمتی که چهارمین در واقع سوارکار پاش میاد دست. چهارمین شالیه تاریکی سکوت هست که من در یک مقاله تحت عنوان دیوار سنگی در رابطه زناشویی ازش یاد کردم. مراجعان به من مراجعه میکنن، میگه آقای دکتر شوهر من انگار یه دیوار، من هر حرفی میزنم گوش میکنه، میگه که من دارم حرف میزنم این کتاب میگیره اینجوری و اصلا توجه نداره که من چی میگم. این وضعیت در مردها بیشتر هست، یعنی رفتار سکوت در مردها بیشتر هست و حالتی رو که مردها میگیرن معمولا این شکلیه، سر پایین انداختن، این شکلی میشن و نگاه به پایین و بی‌توجهی کامل. و در خانم ها یک حالتی شبیه یک مانکن، یک نگاه خیره و زوم داشتن که ابدا کمک نمیکنه. در این چنین وضعیتی وقتی که این وضعیت پیشرفت میکنه، یعنی سکوت کردن و بی توجهی و بی تفاوتی کامل نسبت به صحبت و رفتار پارتنر یا همسر، به جایی میرسه که این ویژگی ها معمولا دیده میشه. دید تونلی میشه و شروع خیلی تند هست، یعنی در مورد یک مسئله کوچیکی خیلی با سرعت بالا اینا شروع میکنن. بدن در یک وضعیت منقبضی قرار میگیره و خون از بخش منطقی مغز به بخش حرکتی که انگار پرخاشگری و انگار قرار دعوا بشه حرکت میکنه و از ضربان قلب خیلی بالا میره که نمیدونن دارن چیکار میکنه. یک غلیان عاطفی اتفاق میفته. در طولانی مدت این وضعیت منجر به ذهنیت منفی در زن و شوهر میشه و وقت ذهنیت منفی وقتی شکل میگیره، فرد 2 حالت را برای خودش قائل است. یکی این که من قربانی هستم، دومی که من حق دارم که خشونت به خرج بدم و عصبانی بشم و در یه جایی ممکنه در فکر انتقام بیاد و جایی منجر به در واقع طلاق عاطفی و اتمام رابطه. ما اینجا در مورد 4 سوارکار تباهی و نابودی رابطه صحبت کردیم که مهمه که ببینیم آیا اینها در رابطمون هست. اولیش انتقاد و سرزنش، دومی تحقیر و توهین، سومی کارشکنی و دفاعی برخورد کردن، چهارمی سکوت. من به شما پیشنهاد میکنم اگر اینها رو در رابطه خودتون میبینید، رابطه خواهرتون یا یکی از نزدیکاتون، دوستتون میبینید، حتما ازش بخواید که پیش مشاور بره، چون این وضعیت در واقع در طولانی مدت وضعیت روانشناختی اونها رو به هم میریزه، حتی یه جایی فرد به سمت افسردگی عمیق و اسکیزوفرنی میره. خیلی خوشحال بودم که باز اینجا در خدمت شما بودم. خوشحال میشم که نظراتتون رو بدید، کامنتاتون رو بگذارید و اگر پسندیدید لایک کنید.